یکی از مسائل مهمی که امروز ما باید به آن توجه کنیم حل مسائل سرحدی با کشور همسایه قرقیزستان است. خوشبختانه دور نوی مذاکرات آغاز شده است که آن چند فرقیت بسیار جدی دارد. این فرقیت های امیدوار کننده است. اول اینکه جانب قرقیزستان یک موقع متحد دارد، پارلمان، پرزیدنت و حکومت این دفعه با هم متحدند و این عامل مثبت خواهد بود، زیرا تا این لحظه این عامل مثبت نبود. از طرف دیگر رهبر هر دو هیئت مذاکره کننده این دفعه شخصیت های با صلاحیت، با تجربه و رهبران به واسطه بحث سرحدی هستند و این هم یک باوری به خود روند مذاکرات میدهد و تا امروز نتیجه ها نشون میدهند که دستاوردهای خوب به دست آمدند. و در همین لحظه من میخواستم به این تاکید کنم که مسئولیت ما همچون جامعه، همچون نیروهای سیاسی، همچون سیاست شناسان، همچون اهل ضیا و فرهنگ این است که محیط این مذاکرات را سالم نگاه داریم، در اطراف آن فتنه، تحلیل های غیر کسبی و غیر مسئولانه نآفریم تا اینکه علمی روحیه سازنده هیئت ها، روحیه دوستی دو ملت، روحیه همکاری دو دولت حفظ شود. تأکید بر آن از این سبب است که وقتهای اخیر، همین روزهای اخیر در بعضی رسانه ها ما میبینیم که بعضی تحلیل های جای دارند یا دیده میشوند که به منفیت این روحیه نیستند. از جمله بازنشر کردن یک مصاحبه کهنه رئیس هیئت مذاکره کننده قرقیزستان در این مسئله که در سامانه پیام از جمله دیده می شود. چنین اقدام ها هرگز سازنده نیستند و مراجعت من این است که در همین لحظه تاریخی که گرد درباره سرنوشت ملت میرد، درباره سرنوشت مرزهای دولت میرد، همه ما باید موقع دولت، موقع هیئت مذاکره کننده رو دستگیری کنیم، چنانه که در قرقیزستان، در جامعه قرقیزستان رو میبینیم، در جامعه روسیه رو میبینیم که وقتی که یک هجوم یا یک خطر یا تهدید به خود منفعت های ملیشون باشن، همه نیروها متحد میشن. و من در بعض تحلیل های خودم پیشتر گفته بودم که این نیروها، این گروه ها استراتژی دوربینانه ندارند، مسئولیت دولت مدارانه ندارند. بنابراین همین لحظه ها است که همین سخنان رو اثبات میکند، زیرا موقع گیری ما در مسئله های اصولی دولتی و از جمله مسئله سرحدها نشون میدهد که آیا ما یک نیروی سازنده دولت محوری ملی هستیم یا یک نیروی هستیم که میخواهیم به هر بهانه و به هر بهایی به حکومت ضربه بزنیم. اینجا درک این بسیار مهم است که مسئله سرحد خیلی فراتر از بحث کسی با حکومت است. مسئله سرحد خیلی وسیع‌تر از بحث‌های درونی سیاسی تاجیکان است. بنابراین در این لحظه مسئولیت و رسالت ملی همه ما این است که در این مسئله فضا را سالم نگاه داریم و متحدانه در پشت این هیئت با صلاحیت باشیم، زیرا این فقط مذاکره نیست، این یک جبهه است که در آنجا منفعت‌های ملی ما در ترازو ایستادند و هیئت ما به یک پشتیبانی قوی هم اطلاعاتی، هم سیاسی، هم مردمی نیاز دارد و ما وظیفه ملی و ناموس ما این است که این دستگیری و پشتیبانی رو تامین کنیم.